سلام و وقت بخیر. حکومت میگوید قتل‌های هدفمند خبرنگاران و فعالان مدنی کار طالبان است. امرالله صالحی گفته است اکثریت افراد بازداشت شده در این اواخر اعضای این گروهند که با اعلام احتمالی اعدام این افراد سخنگویان این گروه واکنش شدید نشان دادند. طالبان مسلح از جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا خواستند تا توافقنامه با این گروه را حفظ کند. این گروه افزوده است جو بایدن باید بر اساس این توافقنامه تمام سربازانش را از افغانستان بیرون کند. وزارت مالیه میگوید یکسانسازی معاشات دولتی یک خواست مشروع است اما بدون تحلیل عملی مالی ممکن نیست. این وزارت گفته است یک کمیته مشترک بر امکان این خواست کار میکند. حمیدالله فاروقی در بست خارج رتبه به حیث وزیر دولت در امور شهدا و معلولین گماشته شد و قبل از این به حیث رئیس پوهنتون کابل کار میکرد. و مقامات از صادرات 35,000 تن انار از ولایت کندهار به ارزش 8 میلیون دلار آمریکایی به کشورهای خارجی خبر میدهند. بر بنیاد این معلومات در سال جاری 200,000 تن انار در ولایت کندهار حاصل جمع‌آوری شده است.